خیلی خوش اومدید به جدیدترین ویدیو کانال سلوز. من پاستا هستم و امروز اومدیم با یه ویدیو جذاب دیگه. و اما همونجور که روی تامنیل ویدیو دیدین یه سری اکانت ها تو بازی هستن که میدونید چیان، اکانت های هکی، اکانت های مهندسی، که اگر پلیر قدیمی بازی باشید یه مدتی اکانت خدای بازی داخل بازی آقای محمد زهتاری یه مقداری داخلش میکنه اومده که برای این اکانت محدودیت های بدی ایجاد کرده و خیلی اصلا نمیدونن چجوری باید به این اکانت دسترسی پیدا کنن، درستش میکنن، بودجهشون چقدره و اینکه چیکار کنن که به محدودیت های وحشتناک آقای زهتاری خیلی داخلش میکنه. پس اگر شما هم میخواید به این دسترسی پیدا کنید حتما تا آخر ویدیو همراه باشید. و اما یه سورپرایز خیلی خفن برای کسایی که تا آخر ویدیو همراهی کردن داریم. بریم که داشته باشیم. لیتس گو. خب دوستان، اومدیم داخل گوشی بهتون آموزش بدیم. این اکانت هم که اکانت مهندسی، نام همیشه در سلورز که بالا سمت چپ می‌کنید. این هم قهرمانای بسیار جذابتر سلورز. اسکینا رو شما فقط ببینید. اسکین سیزن قبل ساسویک گورباچوف هم خریدیم. چنگیزم که تو پکیج پدرخوانده خریدیم. خب تا همین الان بهتون یه بودجه بندی کامل بگم. قبلش کاپ اکانت رو ببینید. 700 اینجا اومده تا 1000، یعنی تا 1000 اومده. رنگ داونش من کردم تا 700. الان یه چند تا سوال برای شما پیش میاد که ببینید من الان یه کار کردم که توی چالش زده محدود. چیکار کنیم که اینجوری نباشه؟ برای اینکه اینجوری نباشه شما باید یه استراتژی که خیلی ساده تر از اون چیز که تو فکرتون استفاده بکنید. ببینید معیار بازی پسرخوانده برای محدود کردن اکانت های مهندسی دو تا چیزه: سطح XP و اون سطح قهرمانایی که شما دارید. مثلا نگاه کنید من اینجا ساسپیک 26 دارم، چنگیز 28 دارم، هوشنگ 24 دارم که البته اینا بیشترین آپگریدام نیستن، منبعشو میذاره بیشترین آپگرید. یعنی چی؟ یعنی شعبون 26 هم حساب میکنه به جز اینا. پس برای همین شما باید چیکار کنید؟ به بازی کلک خیلی ساده بزنید. یه قهرمان انتخاب بکنید و به سطح استاندارد برسونید. سطح استاندارد آپدیت های قبلی 34 بود ولی الان جدیدن سطح استاندارد قهرمان ها هست 29. سطح استاندارد چیه؟ سطح چالشی و معقول قهرمان ها که توی چالش ها و رویدادها بیشتر این سطح قهرمان شما اکثرا کار نمیده. یعنی خود قهرمان لول 3، توانایی 1 لول 7، توانایی 2 لول 7، توانایی ویژه لول 5. شما همه قهرمان‌های مورد استفاده‌تون رو به سطح 29 برسونید، بازی دیگه یه سطحی به شما میده. مثلا بذار بگم این چنگیز من 29 شده. به فرض مثال من کارتای توانایی 2 چنگیزم آماده است برای ارتقا، سکش هم دارم. من میام چیکار میکنم؟ من ارتقا نمیدم اینو، ولی خب توانایی ارتقاشو دارم، سکه داخل اکانت از کارتش هم هست، ولی ارتقاش نمیدم. چرا؟ که داخل رویدادها شرکت بکنم، جایزه بیشتری بگیرم. اکانت همچنان مهندسی میمونه چون که شما با سطح استاندارد تا منطقه بانک میتونید برید. چیه دیگه؟ من الان منطقه اسکله منطقه 2 بازی ام، بانک منطقه اشتباه نکنم 6 بازی باید باشه که خیلی دیگه جوابگوه. راحت میتونید رنگ خودتون رو ببرید بالا. این از قسمت 2. چه بودجه‌ای لازمه که حالا ما اکانت مهندسی بدون محدودیت بخوایم داشته باشیم؟ ببینید بچه‌ها، در واقع بودجه اصلی صفره، ولی خب اگر شما میخواید یه مقدار پیشرفت بهتر و سریعتر مثل من بدید، مثلا من اومدم چیکار کردم؟ یه 40,000 تومان پیشنهاد ویژه پدرخوانده، 40,000 تومان بلیت طلایی، 10,000 تومان پیشنهاد اسکله، 20,000 تومان پیشنهاد گاراژ و در آینده 30,000 تومان هم شما باید پیشنهاد فرودگاه بخرید. اگرم میخواید بازیتون رو یه مقدار بیشتر، یعنی مهندسیشو سنگین تر بکنید یا به اصطلاح با سطوح استاندارد بخواید بازی بکنید، پیشنهادهای پاریس و بانک هم همینجور به اختلاف 10 تومن گرونتر میشن و همچنین این چیز بهتری دارن. اما بحث ما سر این نیست. ببینید روش‌های رایگان که بیشتر استفاده میکنید، اینکه شما توی قرعه کشی شرکت بکنید، بلیتو بگیرید، بازی هم کمک میکنه. مثلا نکنید بلیت طلایی من الان تا گام 26 اومدم، در صورتی که خود بازی استاندارد تا گام 5 زده. یعنی من 2 تا گام دیگه بگیرم اسکین والتر آمپولیو میتونم آخر ما از بازی بگیرم. اینم بانک داشمه. یه چیز جالبم که بهتون بگم، این اکانت من همین یک هفته 8 روز پیش ساختم و اون موقع یک روز، فقط یه روز به پایان سیزن چند بازی دقیق بگم اشتباه نشه
سیزن 31 بازی بود و یه روز مونده بود که تموم بشه. من تو این یه روز تو کلاهبارون اومدم نشستم مثل معتادای بیکار کل روز بازی کردم و اسکین 3 ستاره دیالوگدار ساسانو تونستم بگیرم که الان 326 بردم. تا استاندارد شدنم خیلی چیزی نمونده، یه دونه ابیلیتی 2 یه دونه ابیلیتی ویژش. حالا یه چیزی که خواستم بگم برای کسایی که میخوان رایگان یعنی بدون هیچ بودجه کارشون رو انجام بدن، خب مسلما یه مقدار زمان بر هستش ولی بالاخره شدنیه. مثلا ما میایم اینجا نگاه کنید 5 نفر از دوستان زحمت کشیدن که الان این 3 تاشون میتونیم مثلا این جمع به شما میده، صندوقا هم به شما میده، کارتای قهرمانستان داره تکلیف میزنه چقدر کارت میده. یه صندوقایی که برای منطقه 2 بازن مناطق بالاتر باشید، یعنی شما این صندوقا رو توی بانک برای خودتون بخواید باز بکنید 100% از این گارانتی پرملاتری به شما تحویل میده. من الان این صندوقا هم باز کنم ببینید تو بعضیشون و اینجوریه که شما با اکانتای فیک خودتون یا با گوشی دوستاتون میاد یه حرکت میزنید، اینا رو پر میکنید، همین دیگه پولش هم میاد تو جیبتون و خیلی مفت و مجانی شما به یه جایزه خیلی خوب دسترسی پیدا میکنید که این جایزه خیلی خوب اهم هستش از یه دونه صندوق غولاسا، یه دونه اشرافی و 60 تا جم و اول بازی که این حرکت رو میزنید بازی به شما یه 500 تا سکم به محض ورود به بازی میده که من نتونستم ریکوردش کنم دیگه، مستقیم سکه ها رو دریافت دادم بعد شروع به ریکورد کردن. حالا ما یه کار دیگه هم که داریم اینجا، مثلا من قهرمان سوسن به هیچ عنوان تحت منظر استفاده نمی کنم، صفر نگهش داشتم. شما هم توصیه کنم اگه میخوای به مشکل محدودیت‌های چالش یا خدمات بازی، همون چند وقت پیش من این اکانت مهندسی داشتم، پشتیبانی به من پیام داد که به شما دیگه خدمات ارائه نمیدیم، شما مهندسی شناخته شدی. منم این اکانت رو به قیمت خیلی ارزونی مجبور شدم بفروشم و کلی سری ضرر کردم. ولی من دارم به شما میگم اگر شما با سطوح استاندارد پیش برید، یعنی چی؟ یعنی بیاید تو اسکل قهرماناتون رو دیگه 4 نبرید، به همین 29 قنایت بکنید تا منطقه 6 بازی. من دارم میگم کفاف میده، یعنی راحت بازی و وین بازی و کنترل میکنید تا منطقه 6 و عملا نیازی نداره آپگریدش کنید. پس دارم میگم کسایی که اکانت مهندسی درست میکنن یا میخوان که جدید درست کنن این نکته رو باید در نظر داشته باشن. الان من یه نکته دیگه که باید دقت کنید، شما نباید به هیچ وجه این پیشنهاد پدرخوانده رو بخرید. الان من این پیشنهاد برام چقدر 20000 تومانه، معمولا برای پلیرهای تازه وارد پیشنهاداشو از 100000 تومان شروع کنه. شما اگه پیشنهاد ارزونه بخرید 10000 تومان 20000 تومان نهایت 30000 تومان، بعد این پیشنهاد پدرخوانده اگر میخواید سنگین‌تر براشون خرج انجام بدید ترجیحاً آفر بالای 70% باشه. الان این آفر 50%، ولی کلا 20 تومنه. منم که به سکه نیاز دارم، بریم که این آفر رو باید به هیچ وجه پیشنهاد شوفی منطقه میدهیم سریعان حالا اینم یه صندوقی که قبل باز کردیم. آره و اینکه همین دیگه تا اینجا بود این آموزش ساختش. یعنی بعد حالا خودم بخوام استراتژیکایی که داره بهتون بگم، من خودم از استراتژیکای خیلی قدرتمند و سطح بالا استفاده نمی کنم، اما شما میتونید از ترکیب من استفاده کنید. هوشنگ، ساسان و این چنگیزه هم اینجا داریم که بله حدستون درست بود، بر اساس اسکیناییم که دیالوگ داشتن انتخابشون کردم. ولی خب این چنگیزه هم من الکی اولی نفر سطح استاندارد نبردم، چون بچه قره چنگیز یه اسکین خیلی خفن که 3 ستاره هست، حتما اون اسکین رو جم نگه دارید که بخرید. منم چند وقت پیش این اسکین برام اسکین شبون آف خورد، ولی خب دیگه چون من اسکینم دوستش داشتم نخریدمش، چون پولامو گذاشته بودم برای چیز خفن ترین جم. دیگه خیلی سرتون درد نمیارم، بریم یه دست مبارزه بزنیم ببینیم قضیه چجوریه، چه حریفی بهمون میفته. معمولا میگم چیز سختی نیست، مثلا اگه با هوش مصنوعی نندازتتون معمولا براتون حریف پیدا شه بعد موقع برید بازی هوش مصنوعی میاره. الان 5.5 خیلی تایم بدی نیست. نه یه پلیر واقعی دقاقله، یه اسم فامیلیه دقاقله میشناسی چون؟ آره شنیدم ولی ندیدم. دقاقله یه کلاه تو شهر هست.
یه منطقه آوازم داغونه. چقدر دیر میزنن. ببین این منطقه های پایین بدیش اینه پلیرها خیلی دیر بازی میکنن. یارو داره شطرنج بازی میکنه. میرن رو مود استراتژیک ثابت نداره. این چی برداشته؟ شاپور رو گرفته انداخته وسط. بدترین جایی که یه پلیر میتونه بذاره شاپور وسط. شاپور رو یا باید بذاری جلو که اگه 1-1 شد نمیره، یا شاپور رو باید بندازید آخر که من هنوز زندم. جون ساسلی که مون شد یک ولی کل استراتژی من اینه: توانایی یک چنگیز، توانایی دو چنگیز، توانایی یک اوشن. تموم شد. آسیب گوره. ببین جون ساسلی که من شده یک، ولی جون این دوتای دیگه خوره. از این طرف این اشتباه دیگه هم داره میکنه. قانون استفاده صحیح از دمیجش رو رعایت نمیکنه. پلیر اول باید جون ساسلی که یک منو صفر میکردن با همین شاپورش که انداخته وسط یه دونه میزدی، دوتا هم که 22 تا دمیج میشدن، بعد توانایی ویژش استفاده. یعنی گرفته خیلی مثل این یه مچ تا فرودگاه بریم که آفر فرودگاه هم ببینید، چون بهترین آفرها همین آفرهای منطقه های پایین هست. تا قبرستون حساب نمیشه. تا قبل قبرستون سعی کنید که همه این آفرها رو تهیه کنید. حالا اگه هم نشد فدای سرتون، ولی ترجیحتون باشه که حتما اینا رو تهیه بکنید. و یه خبر جالب من برای که از اعضامون دارم بعد این مچ بهتون میگم. امیر عباس گوگولی، البته گوگولی نداره به نظر من، خودم خیلی 442 553 543 آپگرید خیلی قابل قبولی نداره، ولی میشه با آپگرید بدین. شما وقتی که یه معیاری داشته باشید، اگر بخواید با معیار قابل قبول پیش برید، وقتی که از اسکله میاید بیرون، دو تا قهرمان لول 2 قابل استفاده خوب باید داشته باشید که این قانون رعایت نکرده، گرفته برای خودش یه قهرمان لول 2 انداخته. قهرمان جدید میگیرید، به محض اینکه میگیریدش یه دو تا آپگریدش میکنید ندازید تو ترکیب، حتما یه دونه سطح قهرمان بهش بدید. چون اگر همون اوایل که میگیریدش 5-6 تا کارت اولی که میگیرید همون قهرمان، خیالتون از این بابت راحت باشه، قهرمان جایی فرار نمیکنه. اینا کنی میتونه با چنگیزش راحت به من اتک بده. این کارو میکنه. 126 تا هم دمیج میشه. داش میاد چیکار میکنه؟ میبینه همه قهرمانش نابود شدن، یه دونه کلاه به زور میاد من میخواد بگیره. الان این پلیر خیلی احمقه اگه از چنگیزش استفاده نکنه. چنگیزش نگاه دونش استفاده کنه. ترکیب من ترکیب قوی به چونوان نیست، ولی جواب میده به دو دلیل. یکی اینکه سطح آسیب گیریش بالا، دو اینکه این پلیرها خیلی سطحشون قهرماناشون نسبت به توانایی پایینه. مثلا نگاه کن من الان آقا بیا اینم میزنم بره رو بالاخواه، این اصلا ترپ دیگه هم میزنم با هم میگم با اصلا چنگیزه جونش پره، اصلا یه دونه هم یه انگشت هم حتی یه جوری نشد. و آره دیگه فعلا تا همینجا پیش بریم. حتما آفرهای بعدی هم میذارم. پس اگر سوالی راجع به اکانت بود حتما پرسید. و اما چند تا سورپرایز آخر ویدیو. سورپرایز اولمون اینجا میایم توی بخش ساخت، یه پروفایل خوب اول انتخاب میکنیم. پروفایل پسرخوانده معمولا قشنگ نیستن. پشت صحنه‌تون نظری نداری بین این نمادین چی بذاریم برای دادون؟ نه آبی بذار به رنگ لوگو. آبی، تنها پس زمینه آبی همین دست است. نو باز میذاریم، کاپم صفر میکنیم، هر کی دوست داره بیاد. نام اتحاد، نام درخشان اتحاد سلورز. توضیحات: تنها اتحاد رسمی کانال سلورز. نه سلورز رو فارسی ننویسیم خیلی بهتره. ای بابا از دست کیبورد انگلیسی اسیریم. تنها اتحاد رسمی کانال سلورز. موقعیت بین المللی، نه کلن ما متاسفانه بین المللی نیست. کلن ما فقط پلیر ایرانی قبول میکنه، چون پلیر روسی تو بازی خیلی زیادن. من خودم دیدم کلن بین المللی بزنی اینا میریزن. یعنی فهمید چی میگن دیگه. بعد مثل پسرخوانده هم نیست راحت متن تو کپی کنی بدیم ترنسلیت، نه دهنت صاف میشه. تنها اتحاد رسمی کانال سلورز، پروفایل دست، تشکیل اتحاد. خب شاید تو این مرحله بگی خب ما به چپمون چه فرقی با حال ما دارید، شما اتحاد دارید یا ندارید. اما سورپرایز ما اینجاست که اینجا رو میبینید. وقتی که شما رو فعال کردن بزنید
و ما اینو فعالش میکنیم، پرداختش میکنیم خیلی راحت. پرداخت. و اینجا بلیت طلایی فعال میشه. حالا شاید دوباره بگی خب تو بلیت گرفتی، به ما چه ربطی داره؟ اینجایی که قابلیتاش نوشته که سکه هدیه برای بچه اتحاد، یعنی هر کس به محض اینکه جوین اتحاد ما بشه میتونه 500 تا سکه فری بازی رو برداشت کنه. و همچنین اتحاد باز فعالیه، چون خودم همیشه توش هستم. چند نفر از دوستانم قراره بیان. درخواست و جنگش هم که همیشه هست، اگر پلیری هستید که میخواد اکانت مهندسیتون رو یه جای خوب رشد و نمونید که ترجمه بچه اونایی که پلیرهای پروی بازی هستن میدونن نباید کارتی که ندارن رو اجاره کنن. اگر میخواید کارت قهرمان میخواید به دست بیارید، مشکلی دارید میتونید جوین این اتحاد بشید و درخواست کارت قهرمان بدید، اجاره بگیرید و کارو تموم کنید. اینجا هم جوایز خفن بلیط رو بریم یکی یکی بگیریم. خیلی زیاد نیستن، کلا تو گام بچه مثل من نباشید، مثل من عجول نباشید. من برای ویدیو الان دارم اینا رو یکی یکی میگیرم تو منطقه دو. شما حتما اول برید مناطق بالاتر برید. من چون تایم ویدیو کمه بعد باید ویدیو دیگه هم ضبط کنیم اینجوری دارم میگم. مثلا ببین من احساس میخوام اینجا بگم یه جیم دیگه هنوز هست، این جیم هم میگیریم، بقیهش میره تا روزهای بعدی. همین دیگه نکاتی که بچه‌ها گفتم و چند بار مرور کنید. بودجه بیشتر 250,000 تومان سعی کنید اختصاص ندید، یا کمترش مثلا 100,000 تومان بودجه خیلی ایدئالیه. پیشنهاد پدرخوانده رو حتما بخرید، اگرم نخریدید میگم موردی نداره، ولی پیشنهاد پدرخوانده اگر یه پلیر معمولی اینجا باشه شما اینجا میشید خیلی راحت با پرداخت مبلغ 40,000 تومان 2 تا اسکین میده، بمب زمان میده، سکه بال مثلا سکه‌های من خیلی سکه‌های کم نیستن. جم روزانه هم باز به شما میدم. نگاه بگم جم روزانه هم من نگرفتم یا گرفتم؟ نه قبلا گرفتم. و ببینید اینا آثار بلیت قبلیه. شتاب دهنده ها رو نگاه کنید چقدر، یه روز و 20 ساعت، دو روز دوباره یه روز و 23 ساعت تموم نمیشن. و همین دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، زنگوله بغلش هم بزنید و اگر سوالی راجع به ساخت اکانت داشتید و اینجا بزنید. و اما چالشی که برای ارشیا داشتیم، یک دوست عزیزی به تلگرام برادر من پیام داده به اسم مهراد چی اسمی، که مثل اینکه خیلی کال آف موبایل توش خوب پلی میده و تو رو به چالش کشیده. آیا این چالش رو قبول میکنی که باش فیت بدی ویدیو بگیری؟ چند سالشه بچه؟ نپرسید. میگم بچه نباشه. خود خیلی بزرگ سالیه ایدن. بچه نباشه چون من بچه ها اکثرا مولتی پلیرم دیگه دعوتت کرده کاستوم 1 به 1. کاستوم برای فری فایر. من میگم کاستوم، تو دوئل حساب کن. حرف من دوئل 1 در مقابل 1 قبول میکنی؟ الان داره این ویدیو رو میبینه، مطمئن باش. مهراد بود. داره مهراد جون ببین اگه بچه نیستی اوکی میگم بیا بریم دوئل میزنیم، چرا نزنیم؟ ولی دوئل مولتی من باید بازی نمیکنم چون مولتی پلیر نیست. حتما اگه این ویدیو رو دوست داشتین یا ارشیا رو دوست داشتید یا مهرداد رو دوست داشتید یا هر چیز دیگه رو دوست داشتید دوباره لایک و ساب رو فراموش نکنید. به خانواده ها ملحق شیم. سورپرایز ها و برنامه‌های خیلی بزرگتری داریم. زنگوله بغل هم فعال کنید که این سورپرایز ها جا نمونید. بله یه قرعه کشی بزرگ واسه همین کانال سلورز، البته به خرج خودم تو راه این عوامل پشت صحنه عزیز نه دیگه، فاخرن از این قضیه. من خودم قراره یه عالمه کد سکه ببریم. بلیت یه دونه بلیت باشه کمه، بیشتر کد سکه قرعه کشی می‌کنیم. کد سکه تو همین کلم قرعه کشی میذاریم به صورت فایت. حالا بعداً تو کانال تلگرامی بیشتر توضیحاتشو میذارم. همین دیگه، سرتون رو در نمیارم. اگر سوال دیگه ای داشتید زیر همین کامنت ها بپرسید. کانال تلگرام علیرضا خودشو کشت. کانال تلگرام رو جوین بدید. دوستان دوباره دارم تاکید میکنم، حتما اگر مشکلی دارید یا سوالی راجبش دارید یا اگر آموزش به نظرتون یکم ناقصه تو این کامنت ها حتما بنویسید. کامنت ها رو 1 به 1 ما همیشه جواب میدیم، لایکشون میکنیم و هزار تا چرت و پرت دیگه. و ویدیوی فروت کرافتمون که حسابی خیلی ترکوند، قراره که پارتای بیشتری ازش بسازیم. بچه‌ای که از کانال‌های فروت کرافت اومدید، پسرخوانده اومدید یا چه می‌دونم هر چیزی اومدید تو کامنت ها اعلام کنید و ما قراره که پارت 2 فروت کرافت رو بسازیم. البته مثل اون دیگه تحلیل بازار نیست. لینکشو میذارم این بالا، اگر خواستید برید ببینید تحلیل بازار و مشکل داره که بدونید بازار به چه صورت، قیمتا به چه صورته. یه سورپرایز بزرگ خلاصه برای فروت کرافت دیگه. سرتون بیشتر این درد نمیارم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعد.
خود توی خود ما نمیافته علی نمیافته ساکت خفش.